با عرض سلام خدمت شما معاون صاحب پایین استادان عزیز و مسئولین عزیز. خالد سلیمانی هستم، یک تن از مسئولین نفتگاز ولایت بلخ در رشته جیولوژی معدن. خوشبختانه با همکاری عزیزم راتب محمدی امروز توانستیم که نمونه برج 41 متری یا قلعه مانند نفتگاز را بسازیم که این برج با نسبت به برج اصلی مقیاس اندازه‌گیری و کوچک نسبتاً کوچک طراحی شده و ساخته شده است که متشکل از 4 پایه ضخیم و یا 4 پایه گل مانند میباشد. دارای کمربندها، استحکامات قدری و سکچن‌ها میباشد و همچنان در سطح بیرونی برج پله‌ها و یا زینه‌های طراحی شده است که کارگری بالاتر به خاطر بالارفت و طولانی‌رفت از آن استفاده می‌کند. و در قسمت وسطی برج بالکن ساخته شده است که همین کارگری بالاکار به خاطر آزاد ساختن و یا به خاطر بسته ساختن مشمنل‌ها از آن استفاده می‌کند. همچنان این سیستم کیبل پیچی یا سیستم سیم پیچی را به نام سیستم تال و سیستم بالا را به نام سیستم کرین بلوک یاد می‌شود که توسط همین ماشین به نام ماشین کش این پل را بالا و یا پایان می‌آورد و این قسمت هم پل را بالا می‌کند و هم پایان می‌آورد. دیگر در این قسمت این سیستمش به نام سیستم محلول گل یاد می‌شود که توسط پمپ‌های بسیار بزرگ همین آب را از طریق این نل‌ها به پل هدایت داده و به عمق چا با بسیار فشار بالا در عمق چا برده و اما احجار تخریب شده یا مایده شده را به سطح چا یا به سطح چا می‌آورد. همچنان احجاری که سخت است نرم می‌سازد و همین پل را سرد می‌سازد. و خود همین برج به خاطر استخراج چاهای از عمق 3500 الی 4000 متر استفاده صورت می‌گیرد و ناگفته نباید گذاشت که این برج به شکل قطعات جداگانه و یا به شکل قطعات خرد ساخته شده و وقتی که انجینری با یا همو کسایی که معدن‌شناسان وقتی سایه کاری را تعیین کردن و سایه کاری را مشخص کردن بعداً توسط موتورهای بسیار بزرگ به تجهیزات از انتقال داده شده و در اون مسیری که در جای معدن و یا جایی که مشخص شده است دوباره بافته و به شکل نتوبولتی ما دوباره این را اصلاح کرده و از آن استفاده می‌کنیم.